بینندگان گرامی، برنامه نوبتی سفره طبیعت است مهمانی خاندان شما. فصل زمستان فصل خوردن خوراک ملی قدیمی یعنی قورتاب می باشد. برای آماده نمودن قورتاب به ما آرد آسیابی گندمی لازم است. ما برای آماده نمودن فطیر شروع میکنیم. نگفته نماند تماشابینان عزیز، در هر منطقه های تاجیکستان قورتاب را هر گونه آماده می کنند. قورتاب با آرد گندمی آسیابی با مزه تر و با لذت تر می براید. از همین سبب ما امروز در برنامه از آرد آسیابی استفاده بردیم. از قدیم بیبی و مادران ما آرد را از الک می‌گذراندند برای آنکه سبوس از آرد جدا شود. طوری که شما می‌بینید تماشابینان عزیز، سبوس ها از آرد جدا شدند. تماشابینان عزیز، طوری که شما شاهدی آن گشتید، ما آرد را از الک گذراندیم. پس ما به آرد آب شیراگرم اضافه میکنیم. اکنون نمک را اضافه میکنیم. به ما 3 قاشق نمک کفایه است. در آخر برای کاوک و تیز رسیدن خمیرمون به آن خمیر تروش اضافه میکنیم. اکنون همینطور آرد را با آب آمیخته میکنیم. بانوان عزیز، خمیر ما نیز آماده شد. ما بالای خمیر را همینطور محکم میکنیم. تا آماده رسیدن خمیرمان ما قورت را آب میکنیم. قورتاب از نامش معلوم است که قورت آب یعنی با قورت آماده می شود. در اکثر جایها قورتاب را با چکه آماده می کنند. در اصل قورتاب اساسی با قورت آماده می شود. می گذاریم به آب کردن قورت. از بس که قورت های ما سختند به آن آب جوش آمده اضافه می کنیم.
барои ороиши болои қурутоб ба мо хӯриш лозим меояд ва барои ин хӯриш мо аз бодринг, пиёзи сурх, кабудӣ, помидор ва лимон истифода мебарем. бодрингро реза кардем. Акнун помидорро низ реза мекунем. با همین ترتیب پیاز سرخ رو نیز ریزه میکنیم. چطوری در بالا قید کردن هر منطقه هر گونه آماده میکنن قورتوب رو. در بعضی ناحیه ها اگر پیاز رو ریزه با طور خام در بالای قورتوب مونند، در دیگر ناحیه ها باشد برعکس پیاز رو بریان میکنند، در بالای قورتوب میمونند و مزه قورتوب ها هر گونه می شود. ما در برنامه از پیاز سرخ استفاده کردیم. شما می توانید از دیگر نمود پیاز ها نیز استفاده برید. و نهایت میگذاریم به ریزه کردن کبودی. به کبودی قورتوب رو تصور کردن ناممکن است. کبودی و قورتوب مزه دیگر میبخشد. ما از کبودی پیاز، از شیبید و از دیگر کبودی ها استفاده بردیم. شما می توانید موافق طعم خود آماده نمایید. کبودی ها و سبزوات ها در فصل سرما یعنی در فصل زمستان اشتها آور می شوند. استعمال لیمو در فصل زمستان خیلی مفید است، در آن خصوص که زکام رو، شمالخوری رو پیشگیری میکند و مسئولیت آدم رو بلند میبردارد. توصیه میدهیم که در فصل زمستان بسیارتر استعمال نمایید.
بینندگانی عزیز، فطیر کورکی ما نیز آماده شد. ما میگذاریم به تیار کردن قروتاب. ما کار را از میده ریزه کردن فطیر شروع میکنیم. باید فطیر ما میده ریزه شود و چون که چقدر فطیر رو میده ریزه کنیم، شیره فطیر همون قدر زیاد می شود. در بسیار جایها قورتاب را با فطیرهای گوناگون آماده میکنند، یعنی فطیرهای قد یا ورقی، ولی اساساً قورتاب اساسی را با قروت و فطیر کورکی آماده میکنند. فطیر را نیز ریزه کردیم و بالایش اکنون دوغ را میریزیم. دوغ را که ریختیم با بالایش پیاز رو میمونیم. پیاز رو همین طور میده کرده میریزیم. پیاز را نیز گذاشتیم. اکنون با بالای قورتابمون روغن تصفانی صغیر را میریزیم. بینندگانی عزیز، شما می توانید موافق طعم خود روغن اضافه نمایید. با ما همین قدر کفایه است. اکنون با سبزیجات های آماده نموده‌مان بالای قورتابمان را آرایش می‌دهیم. و از همه چیزی اساسی بالای قورتاب زنجبیل است. و نهایت قورتابی با مزه کوهستانی ما نیز آماده گشت. اشتهای تام. بینندگان گرامی، اگر شما میخواهید هنر خود را صیقل دهید و میخواهید در برنامه سفره طبیعت اشتراک نمایید، با ما در تماس باشید. تا برنامه‌های دیگر شاد و سربلند باشید. خیر.